برای چی آفریده شده ای؟ یعنی چرا خداوند بندگان را آفرید و چرا آنها به دنیا می آیند و مدتی در این دنیا می مانند و باز این دنیا را ترک کرده می روند؟ مقصد چیست؟ برادر جوان، جستجوی جواب این سوال از بهترین مسائل است که مسلمان را بر قدم گذاشتن بر طریق استقامت، یعنی بر آن طریقی که استواری در دین است، و انابت یعنی بازگشت به سوی او تعالی یاری میکند. زیرا خداوند ما را بیهوده و بدون هدف نیافریده است و ما برای هدف عظیمی که همان عبادت پروردگار است به دنیا آمده ایم. الله متعال در قرآن عظیم الشأن می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی من انسانها و جنها را خلق نکردم مگر به خاطر آن که مرا همچون خدا و آفریدگار بشناسند و تنها مرا عبادت کنند. سوره زاریات آیه 56. و عبادت یعنی بندگی کردن به الله تعالی تنها شامل بعض اعمال تعبدی مانند نماز، روزه و حج و غیره نمی شود، بلکه همه زندگی فردی مسلمان را در بر می گیرد که حتی بعد از مرگ نیز می رسد. الله رب العزت می فرماید استعیذ بالله قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلك امرت و انا اول المسلمین. یعنی بگو نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است، همتای برای او نیست و به همین مأمور شده ام و من نخستین مسلمانم. نماز تو عبادت، روزه تو عبادت، صدقه، بخشش، حج و عمره، نیکی به پدر و مادر، چشم را از دیدن چیزهای حرام نگاه داشتن، طلب علم، آمادگی برای ازدواج، خوردن و نوشیدن و تلاش برای کسب و روزی حلال و خواب را میتوان در زمره عبادتها قرار داد و این امتیاز و خصوصیت دین اسلام بر دیگر دینهای آسمانی می باشد. آیا شایسته است که مسجدها از وجودت خالی باشند و مجلس‌های فسق و فجور را آباد نگه داری؟ آیا شایسته است که کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را ترک کنی و گوشهایت همواره با موسیقی پر باشند؟ آیا شایسته است که سنت مسواک را ترک کنی و به جای آن سیگار که مسواک شیطان است را به دهان بگذاری؟ آیا شایسته است که مجالس علم و ایمان را ترک کنی و همراه منحرفین، اون شخصانی که از راه راست بیراه شده اند، در مجلس غیبت، سخنچینی و دروغ و بهتان باشی؟